اگه تو هم دوست داری نوب نباشی و هر دست اینجوری نمیری این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. It was at this moment he knew. He fucked up. هلو بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره که چند تا نکته بهتون بگم که بازیتون رو از این رو به اون رو کنید و دیگه تو اوپن لابی و آلکاتراز کیل بالایی بگیرید و نوب نباشید و هر دستم وین کنید و قشنگتر بازی کنید. خلاصه سطح بازی اکثر پلیرها رفته بالا و دیگه نمیشه این قدیم بازی کرد و باید به سنس و هات مسلط باشید تا بتونید حداقل 15 تا کیل بگیرید داخل اوپن لابی، چون که خیلی واقعا سخت شده. حالا این اوپن لابی اول بازی زیاد جالب نیست، دستگرمی بود، ولی جلوتر نکات آلکاتراز، گیم پلی آلکاتراز هم میاد میبینید و نکات بازی کلا یاد میگیرید و بهتون یاد میدم. نکته اول اینه که نترس نباشید ناموسن. الان من تکی برداشتم 20 نفر دورمن دارم میزنم، فقط مردید آقا. فقط نترسید. اول بازی دیدید چجوری رفتم سراغ یارو، نترس بودم، جفتشونو زدم. الان اینجا رو نگاه، 2-3 نفر این ور اون ور من خونه رو گرفتم و به خونه مسلطم که هیچکی نیاد خونه رو بگیره و هیچکی نیاد. نگاه از این برداشت می اومد، اینو گرفتم با اینکه 4 شد و 4 شات شد، ولی بدون میز 4 شات رو زدم و اینجا هم باز میزنم، ولی این گیم پلی رو 7 تا هم اینجا زدم فقط و به خاطر گوسفند بودن یارامون مردیم و به خاطر تیم آپ کردن یارام مردیم. الان نگاه 2 تا میاد اینجا، من میتونستم اینو بگیرم بزنم، ولی چون اون یکی می اومد نرفتم سراغش و 100% مرده بودم و هیچ کیلی نمیرسید بهم و اومدم دوباره بالا آرمور زدم. یه دونه اینجوری ایم خوبو ببینید، فقط ایم و مغز بازی و اینا همشون یه پک شدن و نترس بودن و اینا همشون یه پک شدن و میام وسط اوپن لابی و میزنم. اینجا هم به خاطر یه اشتباه بزرگ مردم و میرسیم مچ دوم اول بازی شروع میشه. نترس بودن رو فقط ببینید. اینجا میام سریگانو میکشم، میام بدون ترس، میبینم اینا تو فایتن، همشونو میگیرم بزنم و دیدم کیارم داشتشه، سری زدم و کیارمشو برداشتم که برم جلوتر و الان کیارم اومده دستم دیگه. خودتون میدونید چی کار میخوام کنم و میرم دوباره یه خونه رو به تسلط بگیرم و کاور رو داشته باشم و از همین خونه بزنم. خونه جای خلوتی بود و زیاد نمی نبود، تصمیم گرفتم برم جلوتر و میپرم. اولینو میزنم، این آقای نمیرالمومنین. مگه میمردین؟ اصلا تکون نمیخورد که به قرآن، هرچی میزدید نمیمرد و نزدیک 5-6 تا خشاب خالی کردم تو این تا مرد. اصلا مگه میمرد؟ و هادوسنس هم که بعضی گفته بودم بده، هادوسنس فردا احتمالا ویدیو هادوسنس هم داریم و اینجوری مسلط بازی کنید رو این هادوسنسی که میخوام بهتون بدم، مسلط میشید اینجوری رو بازی. حالا هم من تعریف نمی کنم، خیلی مسلط نیستم این بعضیا دیگه ته مسلط بودنن. حالا ببینید خودتون. هادوسنس فردا میذارم، ای دوست داشتید بردارید، خیلی بهتون کمک میکنه. تمرین کردن و با هادوسنس خوب، این دوتا نکته خیلی نکات مهمی هست و نترس بودن و تمرین و اینا همشونو با هم استفاده کنید و اکثرا هم باید اوپن لابی بازی کنید که چیزتون بره بالا، سطح بازیتون بره بالا. اوپن لابی آلکاتراز. حالا جلوتر میریم آلکاتراز رو میبینیم، ویدیوهاشو، گیم پلی هاشو، که خیلی تو آلکاتراز حرفه‌ای زدم و
اوپن لابی یا آلکاتراز 100% باید این دوتا رو بازی کنید. اکثرا اوپن لابی، چون که جای شلوغه و انقدر انمی میزنید که حرفه‌ای میشید خودتون. و اینم از ویدیو آلکاتراز. جلوتر میبینید خیلی کیلای خوب میزنم. لایک و سابسکرایب کنید ابوالفضلی که کلی ویدیو داریم. و این اینجا با اسنایپ یارو کیاره به لجند دستش بود، با اسنایپ زدمش. سری رفتم اینجا، گفتم الان اینا میان. اینجا رو وایستادم، آرمور زدم، ریلود کردم، وایستادم بیان. رفتم بالا، اینو اول اینجا زدم، بعد دیدم یارش از پایین میاد. اینجا وایستادم کاور گرفتم، یه شات اپ بیرون زدم، یه شات هم اینجا خوابوندم بهش. و اینم از این زدم. و میریم جلوتر. بازم هست که مسلط بودن به سنس دیگه. اینا کلش مسلط بودن به سنس که فردا ویدیو سنس رو میذارم. حتما باید مسلط باشید به سنستون. و یه نکاتم که خیلی مهمه، خیلی مهمه، برید ویدیو نارکو رو ببینید. ویدیو نارکو ابوالبز کلی ببینید و نمیگم نکاتشون رو ببینید، نکات بازی کردنشون رو ببینید، نکات این حرف زدناشون رو. اصلا نکات خوبی میگم ولی اصلا ول کنید، فقط از بازی کردنشون ببینید چجوری بازی میکنن. ویدیو بروکن و این جور چیزا اون مسلط بودن رو سنسشه، مغز بازی چیزی استفاده نمیکنه، اون زیاد مهم نیست. ولی حتما ویدیو نارکو رو ببینید که مغز بازی بالایی به کار میبره. و میگم دیگه اینا رو استفاده کنید، این نکاتی که گفتم. و اصل کارش هم تمرینه. الان اینجا رو ببینید، با کمک تمرین و مغز بازی. و یارو امیرالمومنین بود و یعنی خیلی زودتر زده بودمش. الان نگاهات مسلطم بود. تمرین و تکرار و سابسکرایب کردن هم مهمه برای سطح بازی بالاتر. سابسکرایب کنید که کلی ویدیو میذارم. همین دیگه، لایک و سابسکرایب یادتون نره. اینم از وین گرفتن این مچ و دمتون گرم. بای.